هی شریک، اینجا چه روزایی داشتیم؟ تو سوده رو ببر با کارمنده آشنا کن، منم وسایلمو جمع کنم برم. نه بابا، تو با دختره حرف زدی، خودت هم قرار گذاشتی، خودت ببر معرفیش کن دیگه. ها؟ آخرین مأموریت. شوخی کردم، اینجوری نگام نکن، ولی اگه این کارو برام انجام بدی واقعا ممنونت میشم. این دختره بدجوری از من لج داره، قشنگ تابلوه. چرت و پرت نگو پسر، این قضیه مال خیلی سال پیشه. بچه شدی؟ ولی خداییش خیلی اذیتش کردم. یادت میاد یه بار دفتر شیمیشو پیدا کردم با پروژکتور انداختم رو تخته، همه جا نوشته بود کرم قلب سوده، کرم قلب سوده. یادته؟ دختره داشت سکته میکرد بیچاره. سوده بوگندو بود دیگه. ولی میخوام برم باهاش حرف بزنم، بگم بی خودی این همه سال قصه میخوره، ظاهرش حرف نداره دیگه. خیلی خب، من میرم با کارمنده آشناش میکنم. آخرین مأموریتم. باشه من بهشون گفتم جمشن. برو. باش. سلام دوستان. برای یه اتفاق مهم دور هم جمع شدیم. اولیوا در صدده که یه تجربه جدید کسب کنه. با متخصص تغذیه و مربی حرفه‌ای سوده خانم آشناشین. دوستان سلام به همگی. سوده خانم برنامه‌های جدیدی برای شرکت دارن و کار با بخش فروش شروع میکنن. بفرمایید سوده خانم. خیلی ممنون کرم جون. زندگی سالم از همین فردا صبح که بیدار میشین شروع میشه. صبح که بیدار میشین چی خوردن و چی پوشیدن اصلاً مهم نیست. مهم اینه که به چی فکر میکنین، همه چیز از اینجا شروع میشه. من حاضرم. الان یه نگاه به من بندازین. مغز من آمادگی انجام این کارا رو داره. خب الان باید چی کار کنم؟ صبح یه جلسه یوگا میذارم. همه باید شرکت کنن. مرد جون، کرم جون، شما هم باید باشین. بله حتما، به روی چشم. نمیره، امکان نداره، من میشناسمش. قبل از اینکه منوی کافی شاپ عوض کنم باید منوی پرسنل عوض کنم. از این به بعد یه رژیم سالم و ارگانیک دارین. طاقت ندارم الان یه چیزی بهش میگم. ببخشید سوده خانم، من یه مشکلی دارم. ما اینجا 12 ساعت سر پا وای میسیم و کار میکنیم. البته که سلامتی و لاغری مهمه، فرمایشتون متین، ولی یهو بعدش از گرسنگی غش نکنیم. من قبلا با شما آشنا شدم؟ نه، تو کافی شاپ دیدین، همینجا. باشه عزیزم، پس بذار به سوالت جواب بدم. دوستان، رژیم غذایی سالم به معنی گرسنه موندن نیست، اما اصلا نگران نباشین، همتون از این فکرای اشتباه خلاص میکنم. باشه عزیزم. یونیفرمتون، رژیم غذاییتون، فکرتون، همش به طور کلی عوض میشه. اصلا نگران نباشین، یه زندگی عالی در انتظار شماست. آفرین. چطور بودم؟ خوب، خیلی عالی. بریم. خوش قدمم، فکر کنم که این بیچارمون کنه. اصلا ازش خوشم نیومد. ولی من که خیلی خوشم اومد. خب داره کارش انجام میده، چه اشکال داره ها؟ واسه چی تشویقش میکنی ارجان؟ ای خب چیه مگه؟ خب تازه اومده براش دست دادم دیگه. بی خیال، موهاتو چرا اینجوری کردی که تو؟ تا حالا به رژیم علاقه‌مند شدی؟ چیه؟ خب از امروز علاقمند شدم دیگه. وای ترسیدم. خب منم و شوخیای کوچولوم دیگه. امروز خیلی تحت تاثیر حرفاتون قرار گرفتم، برای همینم خواستم خصوصی باهاتون آشنا بشم.
ارجان هستم. بدی بیا. خب به یاد نمیارین؟ نگهبان سیفیجات هم دیگه. عالیه. منم سودم. خوشبختم. سو چی؟ یه نمه مخففش کردم دیگه. شما فرمودین سوده، منم گفتم سو. اگه دقت کرده باشین تو 25 ثانیه 2 بار سورپرایزتون کردم. خب یه خود مثبت هم دیگه. عالیه. این مثبت بودنتون واقعا خیلی عالیه. شما هم خیلی مثبتین، اینطور نیست؟ اینجوری میگن. خیلی ممنون. خب من تحت تاثیر یه بخشی از سخنرانیتون قرار گرفتم. در مورد رژیم غذایی صحبت کردین فکر کنم، درسته؟ میگم که اگه قانون خاصی در این مورد مد نظرتون نیست، خب میتونین از قانونهای من استفاده بکنین. نه، من رژیم مخصوص دارم براتون. ماشاءالله. امیدوارم مفید باشه برای شما. ایشالله. ببخشید، من میتونم رد بشم؟ به سلامتی. این کلمات پشت سر همن. ماشاءالله، ایشالله، به سلامتی. ما میذاریمش توی پاکت، میفرستیمش. حالا خدا خودش هرچی صلاح بدونه برامون میفرسته دیگه. جانسو، من با جانسو باید حرف بزنم. بفرمایید، چه کمکی از دستم برمیاد؟ جانسو، تو چند وقت اینجا کار میکنی؟ 1-2 ماهه. خب قبلش کجا کار میکردی؟ این سوالا رو از همه میپرسین؟ فامیلی چیه؟ ببینین، اگه مشکلی در مورد فروشگاه یه رستوران باشه با کمال میل کمک میکنم. آره هست. منوی رستوران بردار بیار کافی شاپ، منتظرتم. روز بخیر. ممنون. بفرمایید. جانسو، نظرت در مورد یونیفرمای جدید چیه؟ خب البته هرچی باشه تو هم میخوای بپوشی دیگه. نظر بقیه خیلی برای من مهمه. پیراهنای تنگ کار شده با توروگی پور طراحی قرینه. نمیتونم بگم خیلی خاصن. امسال هفته مد پاریس از این مدل‌ها پر بود. خب مشتریا داشتن در مورد مد حرف میزدن، منم یهویی شنیدم. جانسو، ممکنه من و تو قبلا یه جای دیگه هم با هم کار کرده باشیم؟ حافظه من خیلی خوب کار میکنه. یعنی احساس میکنم قبلا یه جایی دیدمت. حتی یه جورایی مطمئنم. معذرت میخوام، من اصلا شما رو نمیشناسم. این بار با دستای خودم درست کردم. ببین خوشت میاد. دستتون درد نکنه آقای کرم. مثل این که عادت کردین برای بقیه خوراکی درست کنین. دستت درد نکنه، عالیه. خوشت اومد؟ عاشقش شدم. ولی اگه فکر کردی با این میتونم سیر بشم اشتباه یعنی می‌کنی. چی؟ متوجه نشدم. یعنی نمیریم غذا بخوریم؟ واقعا بریم؟ خب گفتی که مرت امروز مدیر شد، منم که تازه اومدم اینجا، بعد نیست یه نهاری دوره هم بخوریم؟ ببین سوده، امروز واقعا روز سختی بود. خیلی بدی. زیاد طول نمیکشه. بعدش هم با من میخوای نهار بخوری. غذا خوردن من معمولا زیاد طول نمیکشه. خب من اینا رو جمع کنم، بعدش با هم بریم. جانسو، باید اینا رو ببریم انبار. میخوام یه چیزی ازت بپرسم. باید درست جواب بدی، باشه؟ باشه. قول میدی؟ بله قول میدم. تا حالا شده بهت دروغ بگم؟ به نظرت من چاق شدم؟
نگاه کن. نه بعدم نیست یکم چاق بشی یا راستشو بگو. جانسو، این سوالات ربطی به سوده داره یا نه؟ خوش قدمم، از تو بعیده بخوای حسادت کنین. چه کاریه؟ خودم دیدم داشتن میخندیدن. کرم با دستای خودش براش سالاد درست کرده بود. فکر میکردم فقط برای من از این کارا میکنه. تازه دختره خیلی خوشگله. کی؟ اون دختره؟ تو دیوونه شدی جانسو. درست نگاش کن، چشمش داره از حدقه در میاد. بی خیال. خیلی خوب، از حدقم در نیاد، بالاخره خوشگل نیست. زیاد خوشگل نیست. آره الحق که دختر خوشگلیه، ولی یه جوریه، نمیدونم چه جوری بگم، اصلا به دل نمیشینه. یه جوریه، من اصلا حسود نیستم ولی هیچ وقت به خاطر این چیزا خودمو خراب نمیکنم، ولی نمیدونم چرا حساس شدم. نه 100% کرم عاشق میشه. حالا میبینی تا چند هفته دیگه اینا رو دست تو دست میبینی اجه. آره خب، به میمنت و مبارکی تابستونم عروسیشونو میگیریم. جانسو، این دختر بدجوری فکرتو به هم ریخته. بیا دیگه کرم منو دوست نداره. این دختره از کجا سبز شد؟ بگم تقدیره، بگم سرنوشته، آخه چی بگم؟ جانسو، کرم عاشقته، من مطمئنم عاشقته. اجه به هم گفت برو به سلامت. چون عصبانی، خب دلش هم شکسته. خودتو بذار جای اون. هیچی در موردش نمیدونی. تا میاد حرف بزنه فرار میکنه میره، هیچی هم تعریف نمیکنه. یعنی میگی هیچی بینشون پیش نمیاد مگه نه؟ بازم حرف خودشو میزنه. نه نمیشه، خیالت راحت. ایشالله. بیا اینجا. چی کار میکنی مامان بزرگ؟ قلبم داشت وای میستاد. عین آدم رو با وایستادی پشت دیوار. با هیئت مدیره حرف زدم، گفتم بهت تبریک بگم پسرم. بالاخره راضی شدی ها؟ به هم افتخار میکنی؟ افتخار میکنم شاهزادم. رو سفیدم کردی. امروز بهترین روز زندگی منه. به لطف تو موفق شدم مامان بزرگ. آره عصبانی شدم، دیوونه بازی هم در آوردم، ولی تو هر کاری که تونستی برام کردی. تو عزیز منی. تو امانت پدر و مادرتی عزیزم. برای من خیلی با ارزشی. انتظارایی که ازت داشتم و به سرانجام رسوندی. اگه آخرین قدمم برداریم همه چی تموم میشه. بی خیال دیگه مامان بزرگ. ببین مرد، فکرای بد میاد تو سرم. چرا به من نمیگی اون دختره کیه؟ چون قبول نمی کنی مامان بزرگ. آها، پس میدونی و ادامه میدی. من که کار بدی نمی کنم. اون آدم خوبیه. چی میشه این کارو به خودم بسپاری ها؟ به هم اعتماد کن. مگه همین الان نگفتی به هم افتخار میکنی؟ افتخار میکنم، ولی هنوز چیزی رو که میخواستم و بهم ندادی. نگران نباش، هنوز خودم هم توش موندم. نه باید اینو جواب بدم. الو، شب بخیر آقای مرد. شب شما هم بخیر. چیزی پیدا کردین؟ خبری شد؟ آقای مرد، متاسفانه خبر خوبی براتون ندارم. چرا؟ چی شده؟ یکی رو پیدا کردم، اسم و فامیلیش یکی نیست. اسمش درست البته، شماره شناسنامه‌ش هم یکیه. همون سالی هم که ناپدید شدین اتفاق براش افتاده. متاسفانه خودکشی کرده. یعنی مرده؟ متاسفانه. اگه میخوایم به اجه خانم خبر بدین من اطلاعاتو
چراغ برق کوچه. کاش همونجا زمان وای میستاد، نه قبلش نه بعدش. کاش همونجا میموندم. خیلی خسته بودم، گفتم یکم اینجا استراحت کنم بعد برم بالا. میشه منم بشینم؟ برای چی اومدی مرد؟ بازم میخوای معذرت بخوای؟ چی میخوای بگی؟ بگو. من نمیتونم، خیلی دلتنگ شده. نمیدونستم کجا برم. اومدم اینجا. نمیدونم. نمیشه بشینم اینجا ولی حرف نزنی؟ اجازه بده بشینم دیگه، خواهش میکنم. قول میدم هیچی نگم. مامان بدش. جانسو نه، جانسو بدش به من. جانسو گفتم بدش به من. چی کار میکنی؟ نه جانسو چی کار میکنی؟ چی کار کرد؟ جانسو چرا ریختیشون دور؟ کاری رو کردم که تو این همه وقت نتونستی انجام بدی. از دلسوزی برای خودم خسته شدم. دیگه کافیه، خسته شدم. پس یه فکری بکن مامان. به خاطر خودت هم شده شرایطو عوض کن. گاهی وقتا برای چند دقیقه همه چی رو فراموش میکنم. بعدش دوباره یادم میفته و میگم اون پسرت بود، چجوری فراموشش کردی ثریا؟ ببین مامان، آره برادرم رفت ولی من اینجام، خواهرم اینجاست. من به خاطر تو حاضرم از همه چی بگذرم. تو هم باید یکم به فکر باشی. از چی میگذری مثلا؟ از کجاش بگم مامان؟ گفته بودی هیچ وقت نمیبخشیم. اگه یکم تغییر کنی. نمیدونم، بازم نمیتونم بهت قول بدم.
باید بتونی ببخشی، نه؟ مگه نه؟ پاشو مامان، پاشو بریم بخوابیم. پاشو عزیزم، بریم. جانسو، امشب پیشم میخوابی؟ فقط امشب ها؟ باشه. باشه، ممنونم. میخوابم. بیا عزیزم. دوست دارم. خواهشن هیچی نگو، فقط گوش کن. یه چیزی هست که باید بهت بگم. میدونم تموم شد، خداحافظی کردیم، دیگه هیچی بینمون نیست. باشه، کاری که تو کردی و میکنم. روی حرفم وای میستم. فقط من نتونستم بهت بگم. کرم، من خیلی دوستت دارم. کرم. آفرین، چه حرفای قشنگی. من به کرم میگم. ولی الان دستش خیلی بنده، تو حمامه. صبر کن ببینم، تو کدوم جانسویی؟ همون دختر فروشندهه؟ سوده؟ سود گوشی منه؟ گوشیت خیلی زنگ خورد، منم مجبور شدم جواب بدم. حالا کی بود؟ چی شده؟ چیز مهمی پیش اومده؟ چی گفت؟ نه چیزی نگفت. سراغ تو رو گرفت، منم گفتم دستشوییه. جواب نمیده. خب عزیزم حتما کار مهمی نداشته دیگه. اگه مسئله مهمی نباشه زنگ نمیزنه. برای چی؟ مگه دوست دخترت نیست؟ یعنی من فکرم دوست دخترته.
دوست دختر سابقمه. به هم زدیم. پس اینطور میخوای تعریف کنی؟ نمیخوام. دیگه کاری نداریم. پاشیم بریم. زود باش. کرم، از من دوری نکن. قدیما رو یادت میاد؟ وقتی که حالم خیلی بد بود، وقتی که همه مسخرم میکردن، تو با حمایتت بهم دلگرمی میدادی، یادته؟ به نظر من دیدارمون بعد از این همه سال تصادفی نیست. باشه، میفهمم که جدایی برات سخت بوده، ولی حداقل برام تعریف کن. بذار الانم من کنار تو باشم. آدم با هر کسی نمیتونه درد و دل کنه. مطمئنم اگه چیز مهمی نبود زنگ نمیزد. مشکلات خانوادگی زیادی داره. اگه اشکال نداره زودتر بریم. نه باشه، مشکلی نیست. جانسو، جانسو چی شده خوشگلم؟ جانسو چی؟ چرا گریه میکنی مادر؟ خیلی ناراحتم مامان، دیگه طاقت ندارم. عزیز دلم آروم باش قربونت برم، آروم. برای برادرت گریه میکنی؟ قلبم درد میکنه، نمیتونم نفس بکشم. فکر نمیکردم اینقدر سخت باشه. آره عزیز دلم، میدونم چقدر سخته، میدونم قربونت برم. منو تنها نذار باشه. مگه میشه تنهات بذارم عزیز دلم؟ تو هیچ وقت تنهام نذاشتی، منم هیچ وقت تنهات نمیذارم. آروم باش. بچه که بودی برات شعر میخوندم، یادت میاد؟ برام شعر میخوندی؟ بله، برای تو، برای خواهرت جان. Gözleri uykulu, gözlerime bakarmış. Annesinin canı, minik kuzusu. Okşandıkça saçı, gözlerini kaparmış. Babasının canı, küçük kuzusu. En güzel çiçekten daha güzel kokarmış. Annesinin canı, minik kuzusu. Okşandıkça saçı hayallere dalarmış. Babasının canı, küçük kuzusu. Rüzgarın sesiyle bulutlara uçarmış. Annesinin canı, minik kuzusu. جانسو ببین چی دستمه. ببینم دیگه. مانو دید ولی تو ندیدی. خیلی بدی، میشه ببینم دیگه. نمیشه. منم ببینم تو خانمم. میگم نمیشه. چقدر نازک نارنجی بابا، میگم نمیشه دیگه. ببینم بابا، ببینم برو من. نکن. خب تو اذیت میکنی دیگه. بالاخره نشستی ببینم. تو نمیتونی ببینی.
daha güzel. بابا بیاین. Annesinin canı minik kuzusu. Okşandıkça saçı hayallere dalarmış. Babasının canı küçük kuzusu. Rüzgarın sesiyle bulutlara uçarmış. Annesinin canı minik kuzusu. پسر، چه خبر؟ جلوی خونه جانسو هم. جلوی کدوم خونه؟ اینم شد سوال؟ مگه چند تا خونه داره؟ هم که دیروز پیدا کردم دیگه. اونجا رفتی چی کار؟ جانسو بهم زنگ زده بود، سوده جواب داده. سوده؟ مگه تو با سوده بودی؟ آره بابا، رفتیم شام بخوریم. حالا ولش کن، بعدش هر چی زنگ زدم جواب نداد. بابا شد خانواده‌اش دنبالشونن، برای همین نگران شدم، پا شدم اومدم اینجا ببینم چه خبره. آخه برادر من این فکرها رو از کجا میاری تو؟ من نمیفهمم. چیز عجیبیه مرد. ما به هم زدیم، برای چی باید به من زنگ بزنه؟ حالا این به کنار، چرا من زنگ زدم جواب نمیده؟ اومدم اینجا ولی از بیرون هیچی معلوم نیست. اگه مشکلی براش پیش اومده باشه چی؟ مرد میگم چطور تو بهش زنگ بزنی، شاید جواب تو رو بده. من طاقت نمیارم، در میزنم ها. نه در نزن. چرا نزنم؟ ببین اگه در بزنی کارو خرابتر میکنی. خب همونجا بمون باشه. من الان بهش زنگ میزنم. حسم بهم میگه جانسو حالش خوب نیست. ای بابا مگه علم غیب داری آخه؟ خیر سرتون با هم دیگه دعوا کردین. اگه بفهمه بی خبر اومدی پشت در خونشون که خیلی بدتر میشه. کرم به حرفم گوش کن، گازشو بگیر از اونجا برو. من زنگ میزنم به جانسو، بعد به تو زنگ میزنم. شنیدی؟ باشه، زود زنگ بزن بهم خبر بده. باش. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، ده. الو، چی شد؟ جواب داد؟ آره بابا جواب داد. چیزی نشده، فقط میخواسته صداتو بشنوه. خواسته صدامو بشنوه؟ آره خیلی عجیبه. پس چرا زنگ میزنم جواب نمیده؟ به خاطر چیز. من از کجا بدونم؟ لابد پشیمون شده دیگه. ای بابا مگه به هم نزدین شما؟ راست میگی، به هم زدیم. اشتباهی خودمه که اومدم اینجا. باشه شریک، دست درد نکنه. خواهش میکنه.
حالا که جلسه هیئت مدیره با موفقیت تموم شد، یه نگاهی به ایده های جدید مرت بندازیم. نظرتون چیه؟ موافقید؟ با کمال میل. وای مامان بزرگ، از کی تا حالا انقدر کاری شدی؟ نکنه به 90 رفتی ها؟ خیلی شیطونی. صبح تو هم بخیر. صبح شما هم بخیر. خوش اومدی آووز خان. ممنون پسرم. مامان بزرگ، من امروز یه سری کار عقب افتاده دارم، نمیتونم صبحونه بخورم. خب باشه پسرم، هر طور خودت راحتی. شاید شامم نتونم بیام، نمیدونم. باشه اشکالی نداره. شبم دیر میام، شاید اصلا نیام، صبح بیام، منتظر نباش. چقدر خوب. برو با دوستات خوش بگذرون. نوه شیرمرد من، برو خیالت راحت باشه. چی میگه؟ دستتو بکش. آووز خان خیلی سریع زنگ بزن آمبولانس، حال مامان بزرگم خیلی وخیمه. مامان بزرگم چت شده، فدات شم، نکنه حواس پرتی گرفتی ها؟ تو بگو تو رو خدا من با این بچه چی کار کنم؟ میگم امروز که انقدر شما عوض شدین، نمیخوای بپرسی اون دختره کیه؟ یعنی از خیر تنبیه کردنم هم گذشتی، بی خیال شدی؟ گذشتم. پسرم، امتحانی که پس دادی ورد زبون همه است. این دختره برات مفید بوده، معلومه که تونسته بهت کمک کنه. آره مامان بزرگ، انگار یه پرنده تو قلبمه. بهت اصرار نمی کنم اسم اون پرنده رو به هم بگی، اما میدونم خودت به هم میگی. ایول بابا. مامان بزرگ، اگه بدونی چقدر سبک شدم به خدا. لپا بیار ببینم. قربونت برم، من رفتم. به سلامت. خدا نگهدار. چشمتون روشن بدی خانوم. بالاخره مرد داره اونجوری میشه که شما دلتون میخواست. شما که انقدر زود باور نبودین. دختری که عاشقش شده تو اولیوا کار میکنه، کارمند اونجاست. برای همینه که با ذوق و شوق میره سر کار. اوز، یه خواهشی ازت دارم. میخوام یه مأموریتی بهت بدم. برو اولیوا، یه بهونه گیر بیار و مشغول به کار شو و مرتو از نزدیک تحت نظر بگیر. ببینیم این دختر کیه، از کجا پیدا شده، تتوشو در بیار برام. چشم خانوم. یه نگاهی به این پرونده بندازیم. پرونده ها رو بذار برای بعد. این قضیه از همه چی مهمتره. میخوام ببینم چی کار میتونی بکنی. برو به نتیجه برس. چشم خانوم، با اجازتون. لباسی که دوستش دارم ولی پوشیدنش غیر ممکنه. یه لباسی که میگه من انسانم و راه خودم رو میرم. دستیار. خوش قدمم. بهت گفته بودم اجه، میدونستم بالاخره اینجوری میشه. چی شده مگه؟ اون دختر سوده. بیا تو تعریف کن ببینم. چی شد آخه؟ بگو ببینم چی شده. چیزی که میترسیدم به سرم اومد. جانسو جون به لبم کردی، بگو دیگه. این احمق خنگیو که جلوت نشسته میبینی اجه، میبینی؟ دور از جونت عزیزم. دیشب زنگ زدم به کرم که بهش بگم دوستش دارم. خب میتونی حدس بزنی کی جواب داد؟ نگو که سوده جواب. اتفاقا خودش. بی خیال دختر. حالا کجاشو دیدی؟ بقیهشو گوش کن. سوده خانم با یه لحن خیلی نازآلود و اشفه‌ای گفت کرم تو حمومه، فکرشو بکن. چی؟ کرم تو حموم چی کار میکرده؟ این بخششو میسپارم به قوه تخیل خودت اجه. وای واقعا برای کرم متاسفم. آره، دیروز که داشتی ازش دفاع میکردی میگفتی امکان نداره ولت کنه. وای گردم بندم، اینو مامان کرم به هم داده بود. عرضه نداشتم 2 روز نگهش دارم، نه کرم و نه گردم بند. ای خدا. چرا چرت و پرت میگی جانسو؟ بده ببینم، بده. چیزی نیست، از تو حلقش در اومده بیرون. الان برات درست میکنم. میدونی چرا خراب شد اجه؟ چون من لیاقتشو نداشتم، میفهمی؟ خوش قدمم، از تو بعیدی مثل این شکست خورده و حرفای غیر عقلانی ناامید کننده بزنی. نه خیرم، بدش به من. از این به بعد کاری رو میکنم که درسته، میفهمی اجه؟ کاری رو میکنم که درسته. وای بسم الله. من استعفا دادم. چی؟ وای جانسو، چرا قبل از اینکه کار پیدا کنی استعفا دادی؟ نه، کار پیدا کردم. 2 هفته دیگه شروع میکنم.
تو هم میای با هم بری؟ کجا؟ سر کار جدیدم دیگه، با هم کار میکنیم، همیشه هم پیش همین. خوش قدمم، مگه خونه خاله است آخه. میخوای بگی حالا چون من اومدم دوستم من بیاد؟ نمیشه، برای کار خودت خوب نیست. اجه دستم اونجا بازه، بیا دیگه، خیلی خوب میشه. البته اگه خودت دلت میخواد. جانسو، مثل این تستای هوش هستی که نمیشه حلش کرد. انقدر پیچیده‌ای که اسم میکنم عقب موندم. من ردیفش میکنم. جناب آقای کرم خان حموم تشریف داشته. اجه میشه یکم حرف بزنیم؟ یه چیزی هست که باید بهت بگم. به من چه؟ اجه کل شب نتونستم بخوابم به خدا. به من چه؟ من چی کار دارم؟ تو چی کار کردی؟ این آخرین اختیاریه که بهت میده، فهمیدی؟ اگه تو کرم دست از سر من و جانسو بر نداری، دماغ جفتتونو میبرم، چشاتونم از حدقه در میارم، چشای تو رو میذارم برای اون، چشای اونم برای تو. باشه بابا آروم باش، چرا انقدر عصبانی میشی تو؟ چته؟ نه یه جلو، دور شو، کرمم دور بشه، دند عقب. کرمم دند عقب بره؟ آره قربون آدم چیز فهم، باری کلا. ما دوست نداریم اکسیژن اطرافمون به خاطر شما دوتا هدر بره. به سلامت. حالا ببینین ریشه همتون رو میخوش کنم.